الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. صدق الله العظيم. در این آیات متبرکه خداوند جل شانه می فرماید یهودی ها و هر مجموعی که ایمان و عقیده اونا را با هم یکجا نکرد، اغراض مطامی منحت دنیوی اینا را در یک صف و کنار همدیگر قرار داد. شما اونا را یک مجموعی متحد فکر میکنید. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتى، در حالی که دلهایشان پراگنده. این فقط ایمان است که از مردم یک صف متحد مطمئن و محکم درست میکنه. اما کسانی که به اساس ایمان و عقیده در کنار همدیگر قرار نگرفتن به شکل یک مجموعه تبارز میکنه و تو هم میپنداری که اینا یک صفن، یک جمعن، متحدن، در حالی که دلهایشان از هم پراگنده و متشتت است. و جنگ میانشان شدید و سخت. همینایی که تو اونا را به عنوان یک جمع متحد میپنداری، جنگ میان خودشان بسیار زیاد شدید است. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب أليم. سرنوشت اینا هم دقیقاً شبیه به سرنوشت کسانی خواهد بود که در این نزدیکی ها قبل از اینا گذشتند و در آخرت هم عذاب دردناک منتظرشان. کمثل الشیطان، چون شیطان که به انسان گفت کافر شد، وسوسه کرد، او را تشویق کرد به سوی کفر، از ایمان او را کشید، بیراها برد، گفت کافر شد. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، چون شیطان که به انسان گفت کافر شد. فلما کفر، اما زمانی که او کافر شد و او میگوید که انی بریء منک، من از تو بیزار هستم. انی اخاف الله رب العالمین، من از خدا پروردگار عالمیان میترسم. یعنی ایدی چنانند که به خاطر دیگرها کافر میشن، اما روز فرا میرسه که عمو که به خاطرش رای کفر اختیار کرده برش بگوی از تو بیزار است. من از خدا میترسم، از پروردگار عالمیان. شیطانی که او را گمراه کرده دیگر رابطه خود با او قطع میکنه، اظهار براءت و بیزاری میکنه ازی و او همون شیطان ادعای ایمان به خدا و ترس از خدا را میکنه. ما امروز مصداق سریع و واضح ای راهنمودهای قرآن را به چشم سر میبینیم. دیدیم که حامیان ایدی از اونا بیزار شدن، براءت و بیزاری خود را از اونا اعلان کردن. همینا را باعث شکست خود میخوانند.
و بدون اطلاع به اینا بار بستر خود جمع کردن و میرن. اونا را هم برای آینده مبهم و مجهول حواله میکنن. اینایی که برای حمایه حامیانشان باور قطعی و محکم داشتن که همواره هستن اینجا. بقا و دوامشان یقینی است، چون حامیان بسیار نیرومند و قوی دارن، تنها نمیگذارن اینا را. مغرور بودن. علی ملت و تمامی ارزش‌های ملت به شدت جنگیدن. از هیچ جنایت هم دریغ نکردن. کاری که اجنبی از ارتکابش ننگ داشت، اینا با افتخار انجام دادن. تا روزی که خروج نیروهای ناتو عملاً آغاز نشده بود و تخریب پایگاه‌ها به دست سربازان ناتو را مشاهده نکرده بودند، باور نمی کردند که حامیانشان اونا را در نیمه راه تنها بگذارند و بیزاری خود را از اونا اعلان خواهند کرد. برادران و خواهران عزیز، کسی که به جز خدا بر دیگری تکیه کنه و از او طمع و توقع داشته باشه، سرنوشتش همچنین خواهد بود. همواره به یک پناهگاه بسیار ضعیف پناه برده، به خانه عنکبوت پناه برده. قرآن می‌فرماید کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، چون عنکبوت که خانه برای خود درست کرد. و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، یقینا که سسترین خانه خانه عنکبوت است. اینایی که بجز خدا بر چیز دیگری و کسی دیگری تکیه کرد، اعتماد کرد، پناه برد، به خانه سست چون خانه عنکبوت پناه برده. عملا مشاهده کردیم. زمانی که یکی از ایشان رفت به هلمند و بزرگترین پایگاه نیروهای امریکایی را در هلمند به چشم خود دید که بارک‌ها، سنگرها و تأسیسات، دیوارهای محکم سمیتی همه تخریب شده، همه وسایل و تجهیزات تخریب شده. حالت را خلاف انتظار خود دید. گمان نمی کرد، به خیالش خطور نمی کرد که امریکا به این ترتیب و به این شکل افغانستان را ترک بگویند، بزرگترین پایگاه خود را تخریب کنند، به اینا نسپارند، تخریب کنند. ناچار گفت که گمان نمی کردیم نیروهای خارجی به این زودی و این همه عجله خارج شد. آره، گمان نمی کردیم. تمام توقعیتان چیز دیگری بود که اینا هستن، برای همیشه هستن. زمانی کمونیست ها هم همین شعارها را می دادن، شعاری جاویدانه بودن خود را، جاویدانه بودن خود و افکار و نظریات و حامی و اتحاد شوروی را، این را شعار می دادن. این را جبر تاریخ می شمردن. ما هستیم و تا روزی که زمین و آسمان از خواهیم بود. ترانیشان هم همی بود. ترانیشان هم همی بود که بس تا سوچ دا از مکه آسمانی، سوچ دا افغانستانی، بس مش بیم. تکبیر! اما دیدین با چه سرنوشت سیاهی روبرو شدن. اینا هم سکولرها هم تصور میکردن که امریکا
بزرگترین و یگانه ترین ابرقدرت روی زمین، اینا در کنار ماست، ناتو در کنار ماست. آینده ما مطمئن است، بقای ما تضمین شده است. اما وقتی بزرگترین پایگاه امریکا را چون یک مخروبه یافت، محیط ترسناک، همه چیز ویران شده، گفتن گمان نمی کردیم که امریکا به این زودی و به این عجله افغانستان ترک بکنه. یعنی که با اینا مشوره نکرده. مشوره را بگذار، شایستگی مشوره را ندارن. اینا را حتی در جریان هم نگذاشتن که میریم چاری خدا بکنیم. امیرم نگفتن به اینا. یعنی که اینا از همه چیز بیخبرن، حتی از حول و حوش خودم خبر ندارن. یک کسی که به دیگری متکی شود فکرشم راکد میشه، از درک حقایق هم عاجز میشه. اینا به دیگران متکی بودن، به جای اینا اونا برشان میاندیشیدن، فکرم اونا میکردن، با فکر اونا حساب میکردن که عاقبت ما رو، خیر و مصلحت ما رو همیشه اینا در نظر میگیره. حاجت به تشویش ما نیست، حاجت به این نیست که ما فکر کنیم در موردش مشوش باشیم. یعنی که اینا کاملا بیخبرن، از درک حقایق عاجزن، نمیتونن وضعیت را درک کنن. نمیدانستند که ایالات متحده آمریکا در رابطه با خروج نیروهای شوخی نمیکنن، جدی است و بدیل دیگری هم برای نداره. باید افغانستان را ترک بگویم، بخواین نخواین. بین طالبان و حکومت کابل توافق بیاید نیاید، ما افغانستان را ترک میگویم. بدون قید و شرط ترک میگویم. این مربوط به توافق طالبان و حکومت کابل هم نکردن، به هیچ چیزی مربوط نکردن، به هیچ چیزی مشروط نکردن. حتما میریم و انشاءالله حتما میریم. امروز مسئولین امریکایی میگویند که حکومت و طالبان حاضر نشدن از مواضعشان پایین بیایند، تنازل کنند. اگر وضع همچنین ادامه کند باید منتظر جنگ جدید در افغانستان باشیم. در گذشته که میگفتن ما مسئولانه میریم، میخوایم مطمئن شویم که جنگ پایان یافته و دوباره آغاز نمیشه. زمان افغانستان را ترک میگوییم که در اینجا صلح و امنیت تامین شده باشه. اما امروز دیگه ایرم فراموش کردن، دیگه مشروط به این نمیدن. میرن، حتما میرن و بدون قید و شرط میرن و تشویش دارن که مثلا مربوط است به طالبان و حکومت کابل که اگر بین هم دیگر توافق نکنن احتمال یک جنگ دیگر و ادامه جنگ وجود دارن. به کرسی نشین ها میگویم که از درک واقعیت‌ها عاجزن، نمیدانند در حول و حوششان چه میگذره. به اینا میگویم آیا حال چشمایتان باز شده؟ آیا به اشتباهات خود پی بردین؟ فهمیده اید که شیطان و هوس اقتدار شما را فریفته و با این سرنوشت رو برو کرد. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. چون شیطان که به انسان گفت کافر شو، و زمانی که کافر شد گفت است تو بیزار است، من از خدا میترسم. اگر به هوش نیایید، از خیره‌سری ها دست نکشید و رایتان را عوض نکنید، منتظر روزهای خیلی بدتر از این باشند. برادران و خواهران عزیز، در خلال نیم قرن گذشته سلسله جنگ ها، خونریزی ها، ناامنی و بی‌ثباتی، اشغال کشور، تحمیل حکومت های بیگانه پرست و مزدور اجنبی از 26 سرطان 1352
آغاز شد که ایدی از افسران پست، فرومایه، خودفروش، دین ستیز، کمونیستای دشمن خدا و دین کودتای را برابری سردار داوود برانداخت. اینا در مسکو تربیت شده بود. وضعیت کشورم چنان که فقط چند افسر میتوانست با کشیدن چند توپ و تانک به جاده ها هر تغییری را که خواستن بیارن. به همین ترتیب مرگ محاصره کردن. کودتا صورت گرفت بدون خونریزی و کودتای سفید اینا پیروز شد. قدرت به دست گرفتن. همینها خبیثترین نقش را در تمامی حوادث نیم قرن گذشته داشتند و مسئولیت تمامی این جنایات و خونریزی ها به همینها برمیگردد، به همینها و رفقای ائتلافیشان که در نیمه ایران اونا هم با اینا پیوستن. با خود اینا برمیگردن به عنوان یک محور، آغازگر فتنه ها و به رفقا و هم قطارانشان که بعداً به اینا پیوستن، و افرادی که با اینا ائتلاف کردن، گروه هایی که با اینا ائتلاف کردن، به اینا برمیگردن. همینا بودن که کودتای 7 سور 1357 را علی رهبر دیروزیشان سردار داوود برانداختن و او را با تمامی اعضای خانوادهش در ارگ تیرباران کرد. مرد و زن، پیر و جوان، همه را، رهبر خود را، منعم خود را، زیر سایه او به اقتدار رسیده بودند. اگر حمایه داوود نبود اینا هرگز نمیتوانستند کودتا کنن و به قدرت برسن. همین داوود را اینا تیرباران کردن، بیرحمانه کشتن. میتونیم بگوییم او قربانی اشتباهات خود بود. از او انتقام گرفته شد. بزرگترین شخصیت‌های نهضت اسلامی را او به شهادت رساند. جلاد است از نظر ما. قاتل تعداد زیادی از شخصیت‌های برجسته نهضت اسلامی هست. خودش فیصله اعدام ایدی را صادر کرد، چون عبدالرحمن شهید، مولوی عبدالرحمن شهید، دکتر محمد عمر شهید، خواجه محفوظ شهید و تمامی کسانی که در زمان اقتدار او دستگیر شدند به زندان رفتند و بعد از کودتای 7 سور یکی پی دیگری به طور دست جمعی به شهادت رسید. مسئولیت درجه یکی ای قتلا و کشتارهای بیرحمانه به سردار داوود برمی‌کرد. همینا بودند که راه تجاوز نیروهای شوروی را بر افغانستان باز کردند. باعث قتل بیش از 1.5 میلیون افغان شدند. 2 رهبر دیگرشان ترکی و امین را هم به دست خود کشتند. سردار داوود را کشتند، به تعقیبش ترکی را کشتند، به تعقیبش هم امین. کودتای 7 سور دوم که ایدی مغالطه میکنن، دروغ میگوین و ایره به نام 8 سور 1371 نامگذاری کرد. دروغ محض است. همون 7 سور است، تکرار 7 سور. 7 سور دوم است. بازیگران کودتا هم همونایی بودند که کودتای 7 سور 1357 را برانداختند. با برخی از تفاوت‌های معمولی. کودتای 7 سور 1357 که از سوی کمونیست‌ها برآ افتاد به رهبری سردار داوود، نقش عمده و محوری و تعیین کننده را در کودتا افسران جنای خلق داشت.
اما کودتای 1371 نقش عمده و کلیدی را پرچمی ها داشت، جنای پرچم. اگر یاسف دلاور بود، اگر نبی عظیمی بود، اگر بقیشان بود، همه کمیته مرکزی حزب کمونیست، حزب وطن، اینا هم نقش عمده را داشت. نجم الدین مزدک، وکیل، امثال اینا نقش عمده را هم از لحاظ عملی پرچمی ها داشتن، هم از لحاظ فکری و نظری. در کودتای 7 ثور کمونیست ها تنها بودند، فقط حمایت یکی از شخصیت های نیرومند خانواده شاهی را با خود داشتند. اما در کودتای 7 ثور دوم اینا توانستند یک جبهه ائتلافی درست کنند. یدی از مجاهد نماها هم به اینا پیوستند و مشترکاً کودتای برانداختند. اینا توانستند که یدی از مجاهد نماها را هم شریک جرم خود کنند. در اولی منعم و رهبرشان را تیرباران کردند و اما در دومی موفق به تیرباران نجیب نشدند. هریش کودتا کردند چون او رفت به دفتر ملل متحد در کابل پناه برد. اگر به دستشان می افتاد شاید این معامله را با او هم می کردند، ولی نشد. او را خداوند بر یک کار دیگری معطل کرده بود، بر یک نوع کشتن دیگری، کشته شدن دیگری. او به دفتر ملل متحد پناه برد و پس از تصرف کابل به دست طالبان به دار آویخته شد. در جاده های کابل، در چهارراهی به دار آویخته شد. 6 میزان سال 1375 شاهد دخول طالبان به کابل و برافراشتن پرچم سفید بر ارگ و اعدام انقلابی نجیب و برادرش بودیم که منتج به جنگ طولانی در تمامی کشور گردید. قبل از این جنگ ها محدود بود به چهار اطراف کابل، اما بعد از این جنگ رسید به اقصا گوشه و کنار کشور: غزنی، زابل، قندهار، هلمند، هرات، بادغیس، فرا، جوزجان، مزار، کندوز، سمنگان، بغلان، بالاخره تالوقان و رسید خط اول به خواجه بهاءالدین. شمال کابل، پروان و کاپیسا همه شاهد جنگای خونین بود. یک جنگ سرتاسری شامل همه کشور. در همین دوران بود که حادثه 11 سپتامبر رخ داد. پنتاگون، دفتر CIA، برج‌های بلند نیویورک، بزرگترین مرکز تجاری امریکا مورد حملات قرار گرفت. عملیاتی که در تاریخ نظیرش نمی‌یابد. 19 تن کسایی که در اروپا و امریکا تحصیل میکردن با هم نشستن، تصمیم گرفتن که برجای بلند باید سرنگون کنیم. پنتاگون و دفتر CIA را باید مورد حمله قرار بده. قصر سفید را باید مورد حمله قرار بده که او طیاره نتوانست برای به قصر سفید خود برساند، در نیمه را سقوط کرد، ورنه قصر سفید هم هدف بود. 19 تن نوجوان ها، معاصرین، کسایی که در اروپا و امریکا و در غرب زندگی میکرد، حادثی را باعث شدن که در تاریخ نظیرش نمیابه. امریکا اسامه ابن لادن رهبر گروه قاعده را مسئول
این حادثه اعلان کرد و از طالبان خواست او را به امریکا تسلیم کنند. اما طالبان از تسلیمی او ابا ورزیدند، یا به دلیل اینکه این کار برایشان مقدور نبود. القاعده خودش در اینجا قوی و نیرومند بود و تعداد زیادی از جنگجوها را در اختیار خود داشت، یا به دلیلی که برشان مقدور نبود و یا به دلایل زیاد دیگری نخواستن کار را بکنند. در میان طالبان ایده بودند که تاکید داشتند بری که این را باید تسلیم کنند و حتی شورای قرار شنیدگی شورای طالبان در کابل هم میره تصویب کرده بود که باید او را بسپارن یا وادار کنن که افغانستان را ترک بکنن. اعلان هم کردن. اگر اشتباه را مرتکب می شدن حیثیتشان هم صدمه می دید و در داخل صفوف هم با مشکلات زیاد روبرو می شدن. امریکا و بریتانیا مشترکن تصمیم گرفتن که این قضیه را باید جبران کنن. تصمیم حمله بر افغانستان را گرفتن. هفته اکتبر 2001 15 میزان 1380 حملات راکتی بر مراکز طالبان آغاز شد. هم با طیاره‌های درون و هم با میزایل کروز که از فضای پاکستان می‌گذشت، از خلیج فارس و می‌آمد به اهداف در کابل در مراکز طالبان اصابت می‌کرد. مقاومت در برابرشان دشوار بود. طالبان بدیل و چاره غیر از این نداشتند که کابل هم ترک بگویند، شمال هم ترک بگویند و بالاخره به کندهار جمع شوند و در کندهار هم مقاومت برشان مشکل بود. کندهار هم تخلیه کرد. کابل را به 23 اقرب 1380 تخلیه کرد. سقوط کرد به دست امریکایی ها. امریکایان نیروهای جنگی زمینی نداشت تا مدتها. ضرورت داشت به جنگجوهای بومی که اجیری بگیره اینا را استخدام کنه و بجنگانه. امونایی را استخدام کرد که در خدمت اتحاد شوروی هم بودن. دقیقا فقط امونا را تنظیم کرد، توحید کرد، سلاح داد و پول داد و جنگاند. سلاح را بر شانه اونا گذاشت و علیه ملت ما نشانه رفت. و به پاس همین خدماتی که انجام دادن، امریکا هم بعد از تسلط بر کابل و افغانستان اقتدار به اینا سپرد. بخش عمدی اقتدار به همین گروه ها سپرد. گروه هایی که دیروز در پای افسران اتحاد شوروی افتاده بودن و برای اونا علیه ملت ما می جنگیدن. با مناسب بود. از لحاظ سیاسی هم و از لحاظ نظامی هم نیروهای امنیتی تقریبا همه در اختیار اونا قرار گرفت. افراد اونا را استخدام کرد، تنظیم کرد، آموزش داد، مسلح کرد و ملیشه‌هایی را که دیروز بوت و جمپرشان روسی بود، بوت جمپرشان را تعویض کرد به بوت جمپر امریکایی. فقط همین قدر کار کرد و خواست کلشنکوفشان هم تعویض کنه به M16 و M4. امونا بودن و تعویض. اونایی که دیروز کمونیست شده بودن و در پای اتحاد شوروی افتاده بودن به یک بادار ضرورت داشتن و بادار از دست دادن و به بادار جدید ضرورت داشتن. غلام همیشه در جستجوی بادار است. یکی را از دست میته و دیگری را
انتخاب میکنه، در آستانه دیگری سجده میگذاره و تسلیم میشه. همونا تا به امروز امینا که پست‌های کلیدی را در نظام دارند، مخصوصا در نیروهای امنیتی، نظامی و امنیتی. یعنی که در اشغال افغانستان به دست ناتو نیز همان کمونیست‌های پست و مزدور نقش سیاه بازی کردند و به همین خاطر امریکا در بدل خدمات و در پاسی این خدمات سهم چربی در حکومت و نیروهای امنیتی کشور با آنان اختصاص داد. بر اساس توافقنامه بن، دولت موقت جدید افغانستان به ریاست آقای حامد کرزی تشکیل شد و در تاریخ اول جدی 1380 قدرت را در کابل به دست گرفت. ناتو 20 سال در افغانستان جنگید. آخرین مدل سلاح‌های خود را در اینجا تجربه کرد. سلاح‌هایی که در هیچ جنگی در تاریخ به کار نرفته بود در اینجا به کار گرفته شد. تنها نیروهای در یونیفرم ناتو بیش از 160,000 بود. اما در خارج از یونیفرم کسایی که کارهای استخباراتی و ضمنی را می‌کردند تعداد اینا بیش از 160,000 بود. مجموعاً شاید رسیده به 350,000 حتی بیشتر است، به حدود 400,000. این 400,000 در این جنگ استخدام کردن برای رسیدن به اهداف خود. اهدافش هم منحصر و محدود به افغانستان و اشغال دائمی کشور نبود، بلکه خیلی فراختر از این بود. آسیای مرکزی را احتمام میکرد. حتما به یاد دارین که اینا در امور روزهای اول پایگاه‌های متعدد را که در آسیای مرکزی اتحاد شوروی تخلیه کرده بود اینا را اشغال کرد، فعال کرد و اجاره کرد، سلاح‌ها و امکانات خود در مستقر کرد. اما امروز با دست خالی از افغانستان میبرد، به هیچ یکی از اهداف استراتژیک خودم نائل نشد. حکومت دست نشانده ناتو نه تنها از حامیان نیرومند خارجیش محروم است، بلکه با انزوای شدید داخلی و خارجی نیز مواجه است. تحت عنوان اجماع سیاسی 4 نفر در ارگ جمع میشه. در این اجماع سیاسی 4 نفره هیچ حزب تاثیرگذار حضور نداره، حتی احزاب شامل حکومت هم، حکومت ائتلافی 50 حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، حزب وحدت، جنبش و هیچ حزب خرد و بزرگ دیگر در این اجماع 4 نفره حضور ندارد. نه تنها حضور ندارد بلکه با سیاست‌های ناکام حکومت نیز موافق نیست. کسی را که ارگ مارشال ساخت به خاطر دفاع از یک والی در برابر ارگ استاد. تظاهرات در فاریاب و جوزجان داشت. ارگ فیصله کرده والی قبلی فاریاب تعویض کنه به کسی دیگری. نه والی حاضر است اطاعت کنه و نه هم جنرال دوستم اجازه میده که تعویض شو به کسی دیگری، به یک والی جدید. ارگ مجبور شد والی را با دادن رشوت سیاسی متقاعد بسازه و قناعت به تطلب کنه و سناتوری را بر والی بودن، سناتور بودن را بر والی بودن ترجیح بده. یعنی که قادر نبود حتما عوض کنه مگر اینکه برش رشوت بده، مگر اینکه قناعت او را فراهم کنه. او را باید یک درجه بالاتر ببره، از والی سناتور بسازش تا آماده شوه که فاریاب ترک بگویه به کابل بیه. و حتما مرهون احسان و لطفش هم هستن که را پذیرفته و
فاریاب تر گفته و آمد میاد به کابل میاد. زمیر کابولوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان او میگوید که اگر اشرف غنی از منافع شخصی خود نگذره به سرنوشت دکتر نجیب روبرو خواهد شد. ناتو هم اینا را تنها گذاشته و ببینین که از مسکو هم پیام‌های خوبی به اینا نمیرسه. آینده ایشان تاریک میبینه و اونا میگوین که اگر از اصرار بر منافع شخصی خود دست نکشه حتما به سرنوشت دکتر نجیب مواجه میشه. نه تنها ایالات متحده امریکا بلکه ناتو در مجموع سلسله اخراج نیروهایشان را از افغانستان عملا آغاز کرد. شاید در چند روز بعدی تعداد معلوم شد که چه مقداری در یک ماه از افغانستان خارج شد. ورونو خویندو د بهرنیو ځواکونو وتل افغانانو ته د دې فرصت په لاس ورکوي چې د بحران لپاره افغاني حل پیدا کړي. دا یو ښه فرصت ده. بهرني ځواکونه د دې په وړاندې خنډ او مانع وو چې افغانان خپلو منځونو کې کښېني او د بحران لپاره یو افغاني حل پیدا کړي. اوس دا فرصت افغانانو ته په لاس ورغلی. موږ په ټولو لوریو په ښو بدې په دې 22 کلن جنگ کې بیا وروسته په دې 20 کلن جنگ کې رغنده مثبت یا منفي ونډه درلوده. په دې ټولو باندې غږ کوو. راشئ له دې فرصت اعظمي ګټه واخلو او د بین الافغاني صادقانه مذاکراتو له لارې دا د پردیو له لوري تپل شوې جګړه د تل لپاره پای ته ورسوو. آزاد، خپلواک او له جنګ او ناامنۍ او فارغ افغانستان جوړ کړو او راتلونکو نسلونو ته سرلوړی اسلامي افغانستان په میراث پرېږدو. هیله مو دا ده چې ټول لوري همدا د یوازنۍ لارې په توګه غوره کړي. د جنګ له لارې قدرت رسېدل یا په قدرت کې د پاتې کېدلو دا خونړۍ ناکامې ترخې تجربې تکرار نه کړو. نتیجه به هم هماغسې لکه چې تا تر اوسه پورې ورسره مخامخ شوي. د سولې لار غوره کړو، د خبرو اترو له لارې خو صادقانه توګه. ما ته چا وویل چې که دلته د مشرانو ناسته وشي ګډه څنګه وي، ما ونه ډېر ښه، زه حاضر یم، خو مشروط په دې چې دا ناسته صادقانه وي بلا قید و شرط او په دې نیت وي چې موږ له دې بحرانه د وتلو په یو فارمول باندې توافق وکړو، په یو طرح باندې توافق وکړو. که په دې نیت وي او له دې ارادې سره یې صحیح ده، اما که داسې نه وي نو بیا وخت ضایع کول درست نه ده. د هغې ورځې را رسېدو په هیله چې افغانستان آزاد او مستقل وي، جګړه پای ته رسېدلې وي، ډاډمنه سوله تامین شوي او د افغانانو د خوښې اسلامي حکومت قایم شوی. سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک.